لایت از همون اول یه نارضایتی درونی رو با خودش حمل میکرد، یه حس تلخ و شیرین از این که من از همه بالاترم ولی گیر افتادم بین یه سری آدم احمق. و این طرز نگاه اون به دنیا حتی قبل از اینکه دسنوت از آسمون بیفته زیر پاش. این نگاه از بالا به پایین لایت به تعبیر دیگه نشون دهنده ای از سلطه‌جویی اونه. پس این دفتر نبود که لایت رو تبدیل به کیرا کرد، بلکه لایت بود که دفتر رو تبدیل به ابزار سلطه‌جویی کیرا کرد. لایت از بچگی همیشه باهوش‌ترین بوده، بهترین خانواده رو داشته، همیشه تحسین شده و همیشه هم پسر ایدئالی بوده، ولی هیچ کس به اون یاد نداده بود که چطور اشتباه کنه و اونو بپذیره. کسی به اون نگفته بود که خطا هم جزئی از رشد انسانیه. در نتیجه این مخصوصا به عنوان یک نوجوان دبیرستانی و بازم مخصوصا با همه این شرایط محیطی، ایدئال‌های ذهنی خودش رو معیار یک جهان بهتر میدونه لایت و در نظر اون صرفا خودشه که میتونه این جهان خیالیش رو تبدیل به واقعیت کنه. وقتی دفتر رو برمی‌داره اون یه وسیله پیدا کرده برای ساخت جهان رویاهاش. دفتر براش مثل یک اثبات الهی بود، سندی که نشون میداد اون انتخاب شده برای این کار، اینکه حق با اونه. وقتی دو نفر اول رو به طور آزمایشی کشت و به اون اثبات شد که دفترچه واقعا واقعیه و کار میکنه، از همون لحظه لذت سلطه رو تجربه کرد. اون مرگ یه نفر رو رقم زد و دنیا هیچ واکنشی نشون نداد به اون دو نفر رو به راحتی و بدون اینکه کسی بفهمه به قتل رسونده بود و هیچ کس حتی نمیتونست حدس بزنه که اینا کار اون بوده. این قدرت زیاد، این قابلیت که با مرگ دیگران بازی کنی و هیچ کس کاری به کارت نشته باشه، به اون فهموند که واقعا هیچ کس بالاتر از لایت نیست. اون هیچ بدی رو در خودش نمیبینه، اون قادر و توانای مطلقه. اگر یک بار هم سر کلاس دینی نشسته باشید میدونه که این صفات به چه کسی نسبت داده میشه. وقتی کسی مطمئنه که مطلقه، دیگه نیازی به شک در خودش یا کارهاش نمیبینه و شک یعنی ضعف و ضعف هم یعنی انسان بودن و لایت هیچ وقت نمیخواست کسی مثل انسانهای دیگه باشه. I'm not only Kira, but I am also God of the new world. Kira has become law in the world we now live. He's the one who's maintaining order. I have become justice, the only hope for mankind. Kill me? Is that really the right thing to do? لایت بلد بود چطور آدم‌ها رو تبدیل کنه به اهرام. هنر اون این بود که بفهمه هر آدم چه نقطه ضعفی داره و چطور باید از اون نقطه ضعف برای پیشبرد نقشاش بر علیه اون بهره ببره. از ترس و بیخبری گرفته تا عشق و شجاعت. از یک جایی به بعد، واضح‌تر از قسمت 2 وقتی ال فیک رو تو تلویزیون کشت، مشخص شد که اون لزوما به بیگناه و باگناه بودن افرادی که میکشه اهمیت نمیده، بلکه براش مهمه که چه کسایی از اون پیروی میکنن. منتها حتی کسایی که ازش طرفداری و پیروی هم میکنن لزوما در امان نیستن. کسایی مثل میسا، میکامی و یا تاکودا که همشون کورکورانه فدای کیرا میشن چون لایت از اونها سوء استفاده میکنه. میسا دیوانه‌وار وابسته به لایت بود چون خودش رو مدیون به اون میدید، ولی لایت صرفا بهش حس خوب ولی موقتی دوست داشته شدن رو میداد تا صرفا بتونه ال رو از سر راهش برداره. تاکودا هم جذب لایت شده بود و هم کیرا و همین هم باعث شد که لایت با وعده تو خالی تقسیم قدرتش با اون رو هم به کام مرگ بکشونه. میکامی که حتی از لایت هم ایدئالگراتر بود، در کیرا خدایی رو میدید که به نظرش جهان به اون نیاز داشت و در نهایت هم وقتی فهمید که این خدا میتونه شکست خوره و شکست ناپذیر نیست، از زندگی خودش گذشت. برای لایت فرقی نداشت که لازمه یک کاراگاه یا 15 تا یا یه زن عاشق یا حتی خواهر و پدر خودش رو حذف کنه. I can't just come out and say it's not too late. No, wait, maybe I can. It all depends on how I do it. No one will think it's weird if I get upset and panic. Come on. Dad, write his name. You can't let him beat you like this. Write his name down. With your last bit of strength, do you want to die in vain? Dad, no. تنها چیزی که براش مهم بود هدفش بود و اونم چیزی نبود جز خدا شدن. و وقتی هم یک جماعت شروع میکنن به دعا کردن برای کیرا که کارش رو ادامه بده و اونو تشویق میکنن به این کار، طبیعیه که اون حتی بیشتر از قبل تشنه این قدرت میشه. Humans will always try to maintain appearances when they're in public. That's just how we are. But this is how they really feel. Most are too afraid to support me as they're worried about what others will think. Many would rather deny my existence. But on the internet, where you can remain anonymous, support for Kira is growing. در نتیجه این کارها اعتماد به سیستم قضایی کاهش می‌یابه ولی اعتماد کور به قضاوت کیرا افزایش. جامعه دو قسمت میشه. بعضیا هورا میکشن که یک نفر بالاخره داره دنیا رو درست میکنه و عده دیگر از ترس اینکه فردا نوبت اونا برسه دست به عصیان میزنن. این قطبی شدن جامعه یکی از مخرب‌ترین پیامدهای اعمال لایته. بدتر از اونم ولی اینی که اون دیگه حتی براش مهم نیست که کسی که اسمش رو مینویسه واقعا گناهکار هستش یا نه، بلکه صرفا قضاوت میکنه و کسی هم نمیتونه برخلاف اون حرفی بزنه. Since Kira's appearance 6 years ago, wars have stopped and global crime rates have been reduced by over 70%. But it's not enough. This world is still rotten. With too many rotten people.
عدالت برای لایت یه وسیله بود نه هدف. وقتی نتیجه کارهاش رو به عنوان دنیای پاک از جنایت معرفی میکنه، اون داره برای هر کار اخلاقی و غیر اخلاقی که کرده یا میخواد بکنه توجیه میاره. اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه کشته شدن یک نفر یا نفرات به ثبات دنیا در نظر اون کمک میکرد، پس این کارش مشکلی هم نداشته. و اون حتی به جای اینکه خودش هم توی همه کارها مستقیما نقش داشته باشه، نقش خودش رو به عروسک گردان صحنه تئاتر تغییر میده و این نهایت و اوج خدا بودن اونه. No matter what the world, the God of that world creates the rules. In truth, you've already been defeated by the rules I created, and as punishment for defying the God of the new world, you will die. لایت تا آخرش نتونست دست از خود برتر بینیش برداره. طمع واقعی اون نه پول یا مقام، بلکه جاودانگی بود. طمعی که میخواست اسمش توی تاریخ به عنوان خالق عصر جدید دنیا ثبت بشه. این طمع همون چیزی بود که کم کم مغزش رو از درون مثل یک کرم خورد. Now everything that was in my way is gone, and everyone else still believes in me. It's only a matter of time before I get rid of the police. What do you think of that, Elle? This is my perfect victory! That's right! I win! آدم‌ها معمولا وقتی خیالشون راحت باشه که هدفشون درسته، قواعد بازی رو میذارن کنار. لایت هم همین کارو کرد دقیقاً، چون باور داشت هدفش الهی و فراتر از نقد انسان هاست. هر خط قرمزی رو برای خودش بی‌معنا کردون و همینطوری غرورش شد عامل غلطایی که پله پله به دام انداختن اون رو. و این خودبرتری وقتی برای شخص خودشیفته خطرناک میشه که فرد در تصمیمات واضح و ساده‌ای که باید روزمره بگیره دچار تکبر و تزلزل میشه. لایت اونقدر مطمئن بود که هیچکس نمیتونه جلوش وایسه که گاهی قوانین ابتدایی پنهانکاری رو زیر پا میذاشت، مثل اعتماد نابجا به افرادی که نباید این کارو میکرد، برنامه‌ریزی هایی که شکننده شدن و مهمتر از همه تصمیمات ریسکی برای نشون دادن اینکه صرفاً حق با اونه. اون به جای اینکه بعضی وقتا عقب بکشه و راهبردش رو دوباره بازبینی کنه، صرفاً سرعت تصمیم گیریش رو زیاد میکنه. همین هم باعث بی‌دقتی در اونها میشه. اون هر چی جلوتر رفت، حرص تسلط و نیاز به نشون دادن برتریش بزرگتر شد و همراه با اون تحملش برای هر مانع کوچکی سر راهش کاهش یافت. وقتی لازم بود مهره‌هاش رو به راحتی قربانی میکرد. غرور و خودشیفتگی لایت باعث شد که احساس کنه اون مسئول از عواقب و پاسخگویی برای اعمالی که انجام میده. همین اطمینان کاذب شبکه‌ای از اشتباهات رو به دنبال میاره که مهمترینشون ناتوانی در دیدن اینیه که دیگران هم میتونن اون رو فریب بدن و اون رو شکست بدن. اون فکر میکرد که کنترل کامل دست خودشه صرفاً، در حالی که این فکر رو نکرده بود که وقتی نقاب بیفتن از صورتش، تنها چیزی که براش باقی میمونه خودشه و خودش در تنهایی مطلق. در لحظات آخر وقتی همه چیز داشت فرو میپاشید، لایت دیگه یه خدای بی‌رقیب نبود، بلکه یه انسان خودشیفته بود که تلاش میکرد جلوی او از عواقب کارهاش ایستادگی کنه. You yielded to the power of the Shinigami in the notebook, and you have confused yourself with a god. In the end, you're nothing more than a crazy serial killer. That's all you are. Nothing more and nothing less. وقتی پرده ها به پایین اومدن کاملا، همه دیدن که کیرا نه یک خدای قادر و مطلق، بلکه یک انسان معمولی با ایده های بزرگتر از حد خودش بوده. چون در نهایت تنهای دنیا خدایی یک کسی رو در مقابل خودش نمیبینه.